بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبی الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در حلقه ششم از کتاب الابانة الصغرى امام ابن بطة رحمه الله تعالی هستیم. دوستان عزیز، تا حدیث 21 خواندیم. حدیثی که امروز میخوانیم انشاءالله یک چند حدیث را میخوانیم. از حدیث 22 شروع میشه. حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن: ان الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله سبحانه و تعالی به یک باره علم از سینه مردان نمیگیره. الله تعالی به یک باره علم کس از بین جامعه اسلامی کس از بین مسلمان ها بر نمیداره، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. لیکن الله سبحانه و تعالی علم کس با گرفتن علما، با مرگ علما کس علم الله تعالی بر میداره. اذا لم يبقى عالم، تا به جای میرسه که عالمی باقی نمیمانه. اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. وقتی که عالم باقی نمان، مردم کس جاهلا را کس به عنوان رئیس بزرگ خود میگیرن. فسئلوا، پس از اونها پرسان میکنن مسائل دینی خدا. فافتوا بغیر علم، و اونام کس بدون علم فتوا میتن. فضلوا و اضلوا، خودشان گمراه هستن و مردم را گمراه میکنن. حدیث با الفاظ مختلفی آمده که معنایش همین معناست. در بخاری هم روایت شده، در مسلم هم هست و در سایر کتابای اعتقادی اهل سنت نقل شدگی است. و این حدیث نشان دهنده از این است که زمان میرسه که علم برداشته میشه. علم چگونه برداشته میشه؟ که علما میمیرن، علما هلاک میشن. و امروز عیناً ما میبینیم، امروز زمانه شدگی است که ما میبینیم که عالمی باقی نماندگی است. عالمی که به کتاب و سنت و منهج سلف عالم باشه و به حق پیروی بکنه و کلمه حق بگه، از ملامتی ملامت کننده ها نترسه، اصلا نمانده. و اگر مانده باشن بسیار کم، که در هر جای اگر یک نفر یا دو نفر اگر پیدا بشه و اونا بسیار غریب هستن که کسی اونها رو نمیشناسه، و اونا انقدر غریب هستن که کسی اونها رو به صفت عالم نمیشناسه. عالم در نظر مردمی است که در پوهنتون ها یا دانشگاه هایی که امروز به عنوان دانشگاه مشهور هستن، که از اینا باید سند دکترا، سند ماستری، فراغت داشته باشه، مردم او را عالم میگن. مردم امروز کسانی را عالم میگن که در نزد مدخلی های کافر سعودی، یا در نزد اشعری های مشرک الازهر، یا در نزد ماتریدی های کافر زاهدان، یا به همین شکل در نزد سایر آذری های مشرک و کفاری که در مدارس طاغوتی هستن، دانشگاه هایی که امروز در سطح دنیا قرار داره، همه در زیر چتر طاغوت می باشه. همه استادایی که اونجا درس میتن استادایی هستن که از طرف طواغیت که استخدام شدن، از طرف طواغیت استخدام شدن و اون منهج را درس میتن که طواغیت از اونها راضی میشن. علمی را به مردم درس میتن که طواغیت از اونها راضی بشن. علمی که نفع خودشان باشه، به سود خودشان باشه. چون حکومت ها و طواغیت که از هیچگاه اونا نمیگذارن کسی را که حق بگه. یک موحد، یک سنی واقعی که بدون از اینکه یک منبر داشته باشه، بدون از اینکه یک رسانه داشته باشه، کلمه حق به تنهایی کس در یک جای گفته نمیتونه، او را نمیگذارن، اجازه نمیتن. چه برسه که اگر او عالم باشه و بیاد در پوهنتون داخل بشه، در اونجا درس بده، حاشا کلا که به یک انسان عالم موحد کس اجازه بتن درس بده. امروز کسایی هستن که خود به لباس علم جای دادن، خود عالم و شیخ مولوی استاد معرفی میکنن، لیکن در مدارس طاغوتی، در مدارس کفار، در پوهنتون های کفار اونجا درس میدادن و درس میتن و میگن که ما حق به اینجا میرسانیم. چگونه حق میرسانن؟ در زیر چتر طاغوت، در یاری طاغوت، پیسه طاغوت میگیرن، میگن که ما حق میرسانیم. چگونه حق میرسانن؟ آیا طاغوت همینقدر احمق شدگی است، همینقدر خر شدگی است که نمیفهمه شما چه چیزی اینجا درس میتین؟ هدف ما این بود، حدیثی که ما خواندیم حدیثی بود که رسول صلی الله علیه و سلم بیان کردن که علم برداشته میشه و علم چگونه برداشته میشه؟ با مرگ علما برداشته میشه. امروز ما نمیبینیم عالمی که اگر با کتاب و سنت عالم باشه و با منهج سلف عالم باشه. برادرها زیاد از ما میپرسن، میگن که پشت فلان ملا بریم، پشت فلان شیخ، پشت فلان ملا بریم، فلان چه قسم است، فلان چه قسم است، پشت کی بریم، دین از کی بیاموزیم؟ والله برادرها، یعنی من هر چه فکر میکنم که نمیتونم به شما کسی رو تزکیه بکنم بگم که دین از فلان کس بگیریم، از فلان شیخ بگیرن، از کسایی که در عصر ما قرار دارن، یا از کسایی که بعد از قرن 5 و 6 و 7 اینا آمدن. خیلی کم کسی را شما پیدا میکنه که در این فتنه از کامیاب شده باشن. والله الله تعالی ما را کامیاب بکنه، الله تعالی دین ما را حفظ بکنه. والله اینقدر سخت شدگی است که بر خود میترسیم که خود ما کس هلاک نشده باشیم، خود ما در کفری از کفریات، در شرکی از شرکیات گرفتار نشده باشیم. الله
نصیحتی که من به کل برادرها و خواهرای خود میکنم است، به شمول خودم اول به خودم نصیحت میکنم و سایر به دیگه برادرها و خواهرایی که درس رو میشنون. نصیحت من است که کتب سلف، عقیده سلف در نظم و شما قرار داره. الحمدلله تا هنوز کتاب های سلف هست، عقیده سلف هست، میتونیم کتاب اهل سنت در بیابیم پیدا بکنیم. ائمه اهل سنت که آنها مشهور هستند، امامتشون در این امت ثابت شدگی است و دین کس اونها از صحابه و از تابعین اونها یاد گرفتن و به ما به سند و به روایت بر ما رساندن. فقط کتابای از اونها رو بخونین، عقیده اونها رو تعقیب بکنین. اگر عقیده اونها رو موافق با اجماع امت، موافق با عقیده صحابه و تابعین دیدین قبول بکنین، اگر مخالف دیدین بزنن به دیوار. و چیزی را که امت اجماع کردن و چیزی را که ائمه اهل سنت به او عقیده بودن امر رو بگیرین، از او بیشتر حرف نزنین، از او بیشتر دنبال کسی هم نرین. و امروز لازم است که برادرها و خواهرها کتب اهل سنت تعقیب بکنن. ائمه اهل سنت زیاد هستن الحمدلله، کتاب‌های خیلی مفید از اونها ماندگی است. از جمله کتابی است که ما شما می‌خوانیم، الابانه الصغرى، کتاب مختصر میباشه، نسبتا مختصر است، بیشتر از 400 یا 500 حدیث آورده، مختصر آوردگی است. اگر بخواید که بیشتر در مسائل عقیده بفهمین، کتاب سنه امام عبدالله است که الحمدلله ما به صوتی و فارسی توضیح دادیم، ترجمه کردیم، الحمدلله شرح دادیم. و کتاب سنه امام ابوبکر خلال است که در 2 جلد می باشه. کتاب شریعه امام آجری است که در 3 جلد است، خیلی کتاب خوبی است. و کتاب الابانه الکبری که در 2 جلد از امام ابن بطه می باشه. و کتاب الرد علی الجهمی از امام دارمی است. و می شکل دیگه کتاب های اهل سنت از ائمه اهل سنت در قرن دوم که بودگی است، از اونها ماندگی است، کتاب های امام احمد است. و او کتابا را تعقیب بکنن ان شاء الله عقیده اهل سنت در اونها میابین، عقیده اهل سنت از اونها میابین. این از این حدیث فهمیده میشه که واقعا علم برداشته میشه. امروز بعضیا میگن که کو علمای شما، کو شیخ شما، چی کسی شما را تایید میکنه؟ همین حدیث نخواندن که رسول صلی الله علیه و سلم خبر دادن که علم برداشته میشه با مرگ علما. مردم که از جاهلا را عالم خود میگیرن، جاهلا را به عنوان شیخ خود میگیرن. ما امروز میبینیم والله العظیم میبینیم امروز مردم کسانی را علمای خود گرفتن، فقط اونا کمی مشهور شدن، در میدیا در رسانه مشهور شدن، یا که خود معرفی کردن که ما از مدینه فارغ شدیم، یا از لیبیا فارغ شدیم، یا از پاکستان فارغ شدیم، یا از مصر فارغ شدیم. فقط به همین چیزا مردم گل خوردن، فریبشان نخوردن والله. و مردم که از اونا را شیوخ خود گرفتن، از اونا میپرسن و اونا که از هر کفر شرکی را که از توحید معرفی میکنن، هر حرامی را حلال معرفی میکنن، این مردم که از کورکورانه از اون پیروی میکنن، اصلا یک بار نگاه نمیکنن که آیا چیزی که میگه موافق با کتاب و سنت و منهج سلف هست یا چیزی است که از پیش خود در آوردن. الله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله. و ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که علیکم بالعلم قبل ان يقبض وقبضه ذهاب اهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إلى ما عنده. ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که علم لازم بگیرین قبل از اینکه علم برداشته بشه. و قبض علم میگه با دور شدن یا رفتن اهلش می باشه، یعنی علما می باشه. باز میگه که علم بگیرین، زیرا یکی از شما نمیدونه که چه زمانی که از روحش گرفته میشه، چه زمان میمیره. علم بگیرین، علم کسب بکنین برادرها، علم دریابین. و علم آسان است برادرها، علم اصلا سختی نداره والله. علم کتاب و سنت، علم منهج سلف خیلی آسان است. قال الله قال الرسول است و سند است، حدثنا و اخبرنا از صحابه است، از تابعین است. والله به همین شکل کس ان شاء الله کامیاب میشن و راه پیدا میکنن. عبدالوهاب الوراق رحمه الله میگه که امر این انسان عجیب است. امام احمد میگه 60,000 مسئله از او پرسان شد، یعنی در حیاتش میگه 60,000 مسئله از او پرسان شد، در هر کدامش میگه که حدثنا اخبرنا. در کل مسائل که از قرآن دلیل می آورد، از احادیث و از اقوال صحابه و تابعین و علمایی که به نیکی از آنها پیروی کردن، از آنها دلیل می آورد. یک قولی از پیش خود نمی گفت امام احمد رحمه الله. و کل ائمه اهل سنت به همین قسم بودن، نه تنها امام احمد، کلشون به همین قسم بودن. بس پیروی از اونها را لازم بگیرین برادر، اقوال از اونها را، کتاب‌های اونها را لازم بگیرین، کتاب‌های از اونها را پیدا بکنین و علم کسب بکنین تا نجات پیدا بکنین. ما در درس دیروزم خواندیم که کسی در زمان فتنه ها نجات پیدا میکنه. حدیثی را دیروز خواندیم که حدیثی بود که یکون بعد فتنه یصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا الا من احياه الله بالعلم. فتنه های میاد که صبح نفر مسلمان است، شب کافر است، یا شب مسلمان است، صبح کافر میشه. کسی در اونجا سالم میمونه که الا من احیاه الله بالعلم، مگر کسی که الله تعالی به وسیله علم او را زنده نگه داشته باشه، یعنی به وسیله علم او را در توحید ثابت نگه داشته باشه. و در زمان فتنه ها
خصوصا در زمان ما و شما فتنه به اوج خود رسیدگی است، به اوج خود، که یعنی سبحان الله از حساب تیر است. کسی سالم میمونه که با فضل و معیت الله سبحانه و تعالی او با علم ثابت مانده باشه، علم کسب کرده باشه. علم چی است برادر؟ گفتم علم همی است که دین خدا یاد بگیری، عقیده خدا یاد بگیری و دنبالش باشی. علم همی است برادر. علم این است که کتاب‌های زیاد خوانده باشی، کتاب‌های بی‌معنی را خوانده باشی، نه کتاب‌های سلف تعقیب بکنن. والله خیلی زود یاد میگیرن مسائل، خیلی دین خدا خیلی زود یاد میگیرن. الحمدلله. بغوی در شرح السنه میگه انی رأیت علام الدین عادت الى الدروس وغلب على أهل الزمان هوى النفوس فلم يبق من الدين إلا الرسم ولا من العلم إلا الاسم. بغوی که در قرن پنجم گذشته در کتاب خود شرح السنه میگه من دیدم اعلام الدین، یعنی علمای دین، نشانه های دین دیدم که بین رفتن مردن. و غلب على أهل الزمان هوى النفوس، و بر اهل زمان که از هوای نفسشان غالب شد. وقتی علما رفتن مردم از هوای نفسشان پیروی کردن. فلم يبق من الدين إلا الرسم، از دین جز یک نشانه دیگه چیز باقی نمونده. الله اکبر. در قرن پنجم بودگی است بغوی، در قرن پنجم بود. از او زمان خود میگه که فلم یبق من الدین الا الرسم، از دین میگه جز یک رسم دیگه هیچ چیز نماندگی است. ولا من العلم الا الاسم، از علم میگه جز اسم دیگه چیز نمانده. حتی تصور الباطل عند اکثر اهل زمان بصورة الحق، میگه به حدی شدگی است که امروز باطل کس در نزد اکثر مردم، از اکثر اهل زمان ما کس باطل به صورت حق جلوه داده میشه. باطل کس مردم حق فکر میکنن و حق باطل فکر میکنن. والله یعنی در قرن 4 و 5 و 3 به همین شکل بوده و امروز ما میبینیم که امروز یعنی بدتر از او. سبحان الله. حق میگی، کلمه حق ما میگیم، مردم که از حق قبول نمیکنن. قال الله و قال الرسول میگیم، اقوال سلف نقل میکنیم، کسی را گوش نمیکنن. لیکن مردم پشت کسی میرن که او فقط یک چیز بگه از پیش خود بگه، بدون علم، بدون قال الله، بدون قال الرسول. مردم از او کورکورانه پیروی میکنن، لیکن از کسی که با دلیل و با سند حرف میزنه از او پیروی نمیکنن. و در ادامه بغوی میگه که زمان شدگی است که والجهل بصورت العلم، مردم جهل علم فکر میکنن. الله اکبر. مردم جهل علم فکر میکنن. وظهر فيهم تحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم. میفرمایه که اما حدیثی که رسول صلی الله علیه وسلم گفتگی است که علم برداشته نمیشه، میگه اما حدیث واقعا میگه امروز تطبیق شدگی است. سخن رسول صلی الله علیه وسلم واقعیت است. به سعید ابن جبیر رحمه الله گفته شد ما علامت هلاک الناس، علامه نشانه هلاکت مردم چی میباشه؟ امام سعید ابن جبیر رحمه الله گفت که اذا هلك علماؤهم، زمان که علمایشان هلاک شود. و حسن بصری رحمه الله میگه که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفت موت العالم ثلمة في الاسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. مرگ عالم سوراخ میباشه که هیچ چیزی نمیتونه شکاف از رو پر بکنه، یا خسارتی است که اصلا جبران نداره. والله این شبها و روزها بگذره مرگ عالم کسی این خسارت از جبران نداره. ای واقعیت است. و در حدیث شماره 23 امام ابن بطه رحمه الله از رسول صلی الله علیه وسلم حدیث را نقل کرده، فرمودن و نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن قیل و قال و اضاعة المال و کثرت السؤال. رسول صلی الله علیه وسلم نهی کردن از سه چیز، از قیل و قال. قیل و قال یعنی نقل کردن سخنهای مردم، فلانی چی گفت فلانی چی نگفت، اینطور گفت اینطور گفت. یا اینکه مثال اقوالی را نقل بکنی در مسائل دینی، اقوالی را از کسانی نقل بکنی که آنها در دین حجت نیستن، اقوالی را از کسانی نقل بکنی که مخالف دین الله می باشن، اقوالی را از ابو حنیفه زندیق یا امثال از این کفار نقل بکنی، یا از نووی و ابن حجر از این مشرکین که آمدن صفات الله را انکار کردن، اقوال اونها را نقل بکنی. دینی نیست، دینی قیل و قال نیست، بلکه دین قال الله و قال الرسول است و اون چیزی که سنت صحابه می باشه و کسانی که صحابه به نیکی پیروی کردن. والذین اتبعوهم باحسان، کسانی که صحابه به نیکی پیروی کردن، تابعین و علمایی که بعد از آنها بودن. و دومین چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم نهی کردن و اضاعة المال، از ضایع کردن مال، که مال در جای بیهوده مصرف شود، اسراف صورت بگیره، رسول صلی الله علیه و سلم را نهی کردن. و سومین چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم نهی کردن پرسیدن سوال میباشه، سوالایی که اصلا لازم نیست که پرسیده شود. الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حلیم. الله میفرماید که شما سوال نکنید از چیزایی که اگر به شما آشکار شود بر شما سخت تمام میشه، یا سوال نکنید چیزی را سوال نکنید که گفته نشده، در دین گفته نشده. بعضی کسا سوالای عجیب و غریب میکنن، سوالاتی که اصلا لازم نیست سوال شود، یا سوالات تخیلی میکنن، سوالاتی میکنن که نمیخواد که در آینده یک چیز اگر به وقوع پیدا شد از احتمالات پرسان میکنن. والله یعنی چیزی است که خلاف دین میباشه و چیزی است که رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث نهی کردگی هستن. صحابه به کسی که اگر به این شکل سوال میکرد بسیار سخت برخورد میکردن. و در حدیث شماره 24 امام ابن بطه آورده که رسول صلی الله علیه و سلم
میگه یکره کثرت المسائل، از سوال پرسیدن زیاد از اون نهی میکردن. رسول صلی الله علیه و سلم را بد میدیدن. و در حدیث شماره 25 هم به این معناست که رسول صلی الله علیه و سلم نهی کردن عن الاغلوطات. اغلوطات یعنی اون چیزایی که مسائل سخت میباشه، مسائلی که ما لا يحتاج الیه من کیف و کیف، که اصلا احتیاج نیست که از پرسیده شود. یعنی سوالاتی که ما به او احتیاج نداریم، سوالاتی که مربوط عقیده ما نمیشه، سوالاتی که مربوط مسائل فقهی نمیشه، سوالاتی که اصلا لازم نیست در زندگی ما نمیه، در مسائل دینی ما نمیه، یک سوالات بسیار سختی که نه، سوالاتی که اصلا لازم نیست پرسیده شه کسی بیره پرسان بکنه. رسول صلی الله علیه و سلم نهی کردن. و قیل هی شداد المسائل و صعابها، این اغلاطاتی که در حدیث گفته شده یعنی مسائل سخت، مسائلی که اصلا لازم نیست پرسیده شه او رو میان پرسان میکنن. و در حدیث شماره 27 از رسول صلی الله علیه و سلم نقل است که فرمودن اترکونی ما ترکتکم، ترک بکن اون چیزی که ما شما ترک کردم، اون چیزی که من نگفتم به شما هم نگوین، اون چیزی که ما به شما نگفتیم شما از پیش خود نیارین، شما چیزی رو پرسان نکنین که من نگفتگی هستم، در دین چیزی رو نیارین که من به شما نیاوردگی هستم. و امروز هم کسانی هستن والله بعضی وقتا یعنی بعضی دوستا بگم یا بعضی کسا پیام میتن، بعضی سوالای میکنن، بعضی سوالای عجیب و غریب میکنن که اصلا لازم نیست که سوالا پرسیده شه، از تخیلات پرسان میکنن، از احتمالات پرسان میکنن، اصلا لازم نیست سوالات پرسیده شه لیکن اونا میکنن. این چیزی است که رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث نهی کردن به خاطر که عاقبت خوب نداره. همین فتنه های اهل بدعت که پیدا شدن، همین انکار قدر، فتنه قدر از چی پیدا شد؟ از سوال پرسیدن زیاد، از سوالات زیاد، آمدن به حد قدر انکار کردن، گفتن اگر این انکار نکنیم العیاذ بالله بر الله تعالی ظلم ثابت میشه. به مو شکل همین فتنه جهمیه چه شکل آمدن؟ آیا کسی از صحابه در مسئله خلق قرآن صحبت کرده بود؟ آیا قبل از اون کسی گفته بود قرآن مخلوق است یا غیر مخلوق؟ همین کفار، همین انجاس آمدن در مسائل، در کلام الهی که در صفات الله سبحانه و سخن گفت، مردم زیاد را گمراه کردن و کافر ساختن. و ائمه اهل سنت مجبور شدن که در مقابل از اون بیستند، در مقابلشان رد بزنن. و الا کسی از صحابه نگفته بود قرآن غیر مخلوق است. کلمه قرآن غیر مخلوق یا لفظ قرآن غیر مخلوق یا کسی توقف بکنه تکفیر بگه، این چیزا در بین صحابه نبود. لیکن ائمه اهل سنت باز مجبور شدن وقتی دیدن که فتنه‌های اهل بدعت آمدن با پرسیدن سوالات بیهوده، با داخل کردن عقل و رأیشان آمدن دین کس به یک طرف دیگه بردن، باز ائمه اهل سنت که مجبور شدن که در مقابل از اون ایستاد بشن. و در حدیث شماره 28 ابن بطه رحمه الله از رسول صلی الله علیه و سلم حدیث را نقل کرده که فرمودن اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن امر لم يحرم فحرم من اجل مسئلته. بزرگترین جرمی که یک مسلمان انجام میده، بزرگترین مجرم کسی است که یک چیزی را پرسان بکنه که حرام نشده لیکن به سبب سوال از او کس حرام شود. مثل بنی اسرائیل در مسئله بقره که است گاو، ببینین پرسیدن چه رقم گاو باشه، چه رقم گاو باشه، به حدی با آنها سخت شد که یعنی گاوی که اصلا پیدا نمیشد، یک گاوی که مردم یک منطقه که از اله یعنی معبودشان بود، امر آخر مجبور شدن که امر چی بکنن؟ ذبح بکنن. زمانی که حج فرض شد رسول صلی الله علیه و سلم گفتن حج بر شما فرض شده. یک صحابی خیست گفت هر سال رسول صلی الله علیه و سلم چهرهشان تغییر کرد، گفتن سبحان الله، عین مثل سوالی که بنی اسرائیل میکنن. گفتن مگر به شما بگیم که هر سال خب باز بر شما هر سال فرض میشه، باز نمیتونی انجام بده. و همین شکل سوالی که لازم نیست پرسیده شود، سوالی که در دین گفته نشده، سوالی که بر ما سخت میشه پرسیدن، از وقتی که پرسان بکنیم، وقتی که چی بکنیم بر ما سخت تمام میشه، نباید رو پرسان بکنیم، نباید در جستجوی از او باشیم. یه حدیث در زمان رسول صلی الله علیه و سلم است، یعنی در زمان رسول صلی الله علیه و سلم چون حلال و حرام کس نازل میشه از طرف الله سبحانه و تعالی، لیکن بعد رسول صلی الله علیه و سلم در مسائلی که کسی نمیدانه ایرا باید پرسان بکنه. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چیزی را نمیدانه از اهل ذکر، از اهل علم پرسان بکنه. ابن عباس رضی الله عنه میفرماید ما رأیت قوما كانوا خيرا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، میفرماید که ما قومی را بهتر از یاران رسول صلی الله علیه و سلم ندیدم. ای والله ما سالوه الا عن 13 مساله حتى قبض كلهن في القرآن، میگه هیچ چیزی را پرسان نکردن از رسول صلی الله علیه و سلم، هیچ سوالی نکردن مگر او 13 سوالی که او 13 چیزی پرسیدن که او چیزی که در الله تعالی او را در کتاب نوشته کرده بود، در قرآن نوشته کرده بود. الله اکبر. او چی بود؟ یسالونک عن الشهر الحرام، اگر از ماه حرام، از جنگ کردن در ماه حرام میپرسن. سوال دیگه شانی بود یسالونک عن الخمر والمیسر، اگر از شراب میپرسن، از قمار، از این چیزا که از تو میپرسن. و یسالونک عن الیتامى، اگر از تو در مورد یتیم ها میپرسن. و یسالونک عن المحیض، اگر در مورد حیض زن از تو میپرسن. کل 13 سوال صحابه کردن و 13 سوالی که الله سبحانه و تعالی را در قرآن نوشته بود، از اول الله تعالی را در قرآن نوشته بود و نازل کرده بود، میگه دیگه هیچ سوالی نکردن. ما كانوا يسالون الا عما ينفعهم، صحابه میگه چیزی را سوال نمیکردن مگر چیزی که فایدهشان بود، در امور دینشان فایده میرسن، یعنی برشان لازم بود که سوال پرسان بکنن او را میپرسیدن، و چیزی که برشان لازم نبود هرگز نمیپرسیدن. سبحان الله، چه انسان هایی بودن. والله الله تعالی بهترین یارانی را در کنار رسول صلی الله علیه و سلم قرار داد که بهترین بودن، از خاطر الله سبحانه و تعالی رضایت خود از اونها اعلان کردگی است.
حسن بصری رحمه الله میفرماید که ان شرار عباد الله قوم یجیئون بشرار المسائل یعیون بها عباد الله. میفرماید که بدترین بنده های الله کسایی هستند که میان سوالای سخت سوالای شریر میپرسن تا که بنده های الله را از گمراه بسازن، بنده های الله را در سختی و در مشکلات قرار بدن. والله اینا میگه بدترین بنده های الله هستند. امام مالک رحمه الله طوری بود که یکی از اهل اهوا، یکی از اهل بدعت اگه در نزد او میآمد و از چیزی پرسان میکرد، سوالات بی معنی، سوالات بیهوده، سوالاتی که اصلا لازم نبود، از او پرسان میکرد: اما انا فعلی من بینه من ربی و اما انت فشاک فذهب الى شاک مثلک فخاصمه. میگفت که ما کس میگفت دینی که الله تعالی بر ما نازل کرده بینه آشکاری که چیزی که از قرآن و سنت و اقوال صحابه در نظم است، میگفت همین است. میگفت من میگفت در دین خود شک ندارم. میگفت برو، میگفت تو که در دین شک داری، میگفت کسی دیگر مثل خودت پیدا بکن، میگفت امروز بحث بکن. و عمر بن خطاب رضی الله عنه میفرماید: یا ایها الناس لا تسالوا عما لم يكن فكفى لنا شغلا فيما كان. میفرماید ای مردم، چیزی را پرسان نکنین که تا هنوز به وجود نیامدگی است، چیزی را پرسان نکنین که به وجود نیامده، پیدا نشده. میگه چیزی که بر ما هست اما کفایت ما میکنه. و ما قسم از خیلی از صحابه نقل است، صحابه به می شکل بودن، ائمه سلف به می شکل بودن. لیکن اهل رأی اگر ببینیم فقه احناف ببینیم کتابایشان در مسائل صحبت کردن، در مسائلی که اصلا یعنی پیدا نشدگی است، کارشان نمی بود. می اومدن از قیاس رأی خود استدلال میکرد و فتوا میداد. کار ابو حنیفه می بود که از صبح تا شب کس این مسائلی که تا هنوز پیدا نشده، به وقوع نپیوسته، و مسائلی که می آورد باز میکرد و مسائلی که یک و دو میکرد و خلاص از رأی قیاس خود فتوا میداد و نوشته میکرد، به خاطر که شهرت بگیره، نام بگیره، باز بین مردم مشهور شود. و حدیث دیگه که در شماره 29 میخوانیم، حدیثی است که در درس اول دوم فکر کنم خوانده بودیم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند: من احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فرمودن کسی اگر بدعتی را ایجاد بکنه یا بدعتی را جای بده، لعنت الله و لعنت کننده ها و ملائکه و تمام انسان ها بر او باشه که لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الله سبحانه و تعالی از او هیچ عملی را قبول نمیکنه. صرفا یعنی هیچ فرضی را، ولا عدلا یعنی هیچ عمل تطوعی را، هیچ عمل نافله را الله تعالی از او قبول نمیکنه. نه عمل فرض از او قبول میشه، نه عمل نافله. از چی کسی؟ از کسی که بدعتی را جای بده یا خودش بدعت ایجاد بکنه. الله اکبر، الله اکبر. چقدر این حدیث خطرناک میباشه، چقدر خطرناک میباشه حدیث بر حال کسانی که امروز ائمه اهل بدعت، پیشوایان اهل بدعت که از امامان خود گرفتن، پیشوایان کفر و شرک امامان خود گرفتن. بر نووی کافر، ابن حجر کافر، ابن حزم کافر و امثال کفار که صفات الله را انکار کردن، میان بر اینا ترحم میکنن و اینها را امامان خود میدانن و از اینها دفاع میکنن و خوارج و غلات میگن کسانی را که اینها را تکفیر بکنن. الله اکبر، الله اکبر. رسول صلی الله علیه و سلم میگن کسی که بدعتی را جای میته، لعنت الله و ملائکه و تمام انسان ها بر او باشه. الله تعالی هیچ عمل فرض و نافله را از او قبول نمیکنه. متاسفانه امروز کسایی که دعوای سلفیت میکنن و دعوای جهاد میکنن، دعوای از این میکنن که منهج سلف که از اونها تعقیب میکنن، امروز یعنی خود به شکل قرار دادن. عموم از اینا را میگم، عموم کسایی که امروز دعوای سلفیت میکنن، کسانی که بعد از ابن تیمیه آمدن، خصوصا اینا را که میبینیم پیشوایان کفر و شرک از امامان خود گرفتگی هستن. والله این در سخنرانی ها از اونها دفاع میکنن، در کتابهایشان با اونها ترحم میکنن، در مجله های رسمیشان از اونها دفاع میکنن و باز خودشان کس یعنی ادعای توحید میکنن، ادعای جهاد میکنن و مردم میرم کس یعنی مقلد خود قرار دادن که مردم از اونها پیروی میکنن. والله حق میگذارن اون طرف، از باطل مردم پیروی میکنن و این مسئله یعنی بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است. الله سبحانه و تعالی ما را نگاه بکنه. دین و منهج سلف و عقیده اهل سنت بسیار غریب شده. ائمه اهل سنت در قرن دوم و سوم مینالیدن، میگفتن دین غریب شده، سنت غریب شده. اگر ائمه اهل سنت زمان ما را ببینن چی میگفتن، والله دی حالت میدیدن که امروز مردم کس دعواداران منهج سلف، ائمه اهل بدعت کس امامان خود گرفتگی هستند. گویا که امت کس غیر از نووی، ابن حجر و چند تا کافر مثل ابو حنیفه زندیق دیگه عالم در این امت نباشن. کسی احمد درست نمیشناسه، احمد ابن حنبل فقط به اسم میشناسه، میگن یکی از صاحبان مذاهب است. کسی شافعی درست نمیشناسه، نام شافعی نمیشناسن که نام شافعی چی است. و همین شکل دیگه ائمه اهل سنت که بودن، سفیان ثوری، ایوب سختیانی، سفیان ابن عیینه و سایر ائمه اهل سنت که بودن، کسی اونها رو دقیق نمیشناسه، اقوالشون رو نمیدونه، اعتقادشون رو نمیدونه. یا از حسن بصری که یاد میشه، یا از سفیان ثوری که یاد میشه، فکر میکنن که اونها یک چند تا درویشی بودن در مسجد که زهد عبادت میکرد، فقط به همین قدر بسنده میکنن. سبحان الله. یا گوره به عنوان صوفی معرفی میکنن، اعوذ بالله، در حالی که ائمه اهل سنت تاجداران دین بودن. اونها امامان سنت بودن، امامان حدیث بودن. اونها
امامان امت بودن. اقوال از اونها که در کتاب ها نقل است، در احادیث، در تفاسیر اقوال از اونها نقل است. الله سبحانه و تعالی ما را پیروی از منهج سلف نصیب بکنه. الله سبحانه و تعالی ما را از این فتنه هایی که دین ما را میربایه، فتنه هایی که ما را هلاک میسازه، هلاکت دین و دنیای ماست، الله سبحانه و تعالی از این فتنه ها ما را نجات بده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.